درود بر شما هموطنان عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که سال 1404 خورشیدی سالی تو هم با تندرستی، بهروزی، شادکامی برای شما، خانواده محترمتون، برای ایرانیان عزیز در سراسر دنیا باشه. 2 اردیبهشت ماه 1404 هست. یاسمین حنیفه طباطبایی هستم، کوچیک شما. این وایس رو میدم که مطمئن بشید خودم هستم، چون برخی دوستان جسته گریخته ابراز نگرانی کرده بودن که مبادا میبی سوشال میدیای ما دست مثلا امنیتی ها افتاده. نووی. همچنین خواستم که چکیدی از شرایطم رو عرض کنم خدمتتون. من در 16 شهریور ماه 1403 در حدود ساعت 4 عصر در پارک لاله تهران، در میتینگ پارک لاله برای آزادسازی مهندس حشمت الله طبرزدی و دیگر زندانیان سیاسی، در این میتینگ بازداشت شدم. بیش از 5 مأمور لباس شخصی من رو از وسط پارک با یک پژو 405 دستگیر کردند و بردند. پلیس اطلاعات امنیت تهران به خاطر فراخوان این جانب اون روز در حال آماده باش بود. این چیزی که خود نماینده دادستان و مأمور بارها به بازپرس پرونده گفت، احتمالاً میبی برای اینکه بازپرس رو عصبانی تر هم بکنه، و همچنین تلفنی به اشخاص و مأمورهای دیگه هم میگفت. و بله، سر تا سر اطراف پارک پر از ونهای شیشه دودی بود، پر ماشین های پلیس، طوری که بعد از آزادی شنیدم حتی راننده های تاکسی به بقیه میگفتن امروز پارک خبریه و به شدت جو امنیتیه. سر تا سر پارک پر از مأمور بود، چه لباس شخصی چه لباس فرم، با لباس سبز، لباس فرم، باتون به دست، سوار موتور گشت می‌زدن که از هر گونه تجمعی جلوگیری کنند و سر تا سر پارک هم قدم به قدم پر مأمور بود، چون متوجه می‌شدی می‌پاییدند، دنبالت می‌کردن. و بله، من رو از وسط پارک با ماشین گرفتن بردن 5 مأمور لباس شخصی و نهاد بازداشت کننده من البته وزارت اطلاعات نبود. من رو تا ساعت 2 شب بازجویی می‌کردن. من رو بارها به جای مختلف می‌بردن، احتمالاً من که به اشخاص مختلف نشون بدم، چون من که نمی‌دونستم کجا. و من تا روز بعد که من رو برای تفهیم اتهام پیش بازپرس بردن در شعبه 3 دادسرای امنیت مقدس اوین، دستم از فشار دستبند نزدیک بود خون بیاد و خراشیده شده بود و 2 مأموری که همراه من بودن حاضر نبودن اون دستبند رو گشاد کنند. انگار که یه تروریست گرفتن. بله، انگار که یک تبهکار خطرناک گرفتن. و در 24 ساعت بعد از بازداشت من رو 5 بار بازرسی برهنه بدنی وحشتناک میکردن در جای مختلف، حرکات عجیب. آدم شرمش میاد بگه خب چرا متهمی که تحت الحفظ دستبند داره اینو میبرن این برن، چرا اینقدر با جای مختلف، چرا مگه چیزی بهش اضافه شده که شما این کار رو میکنید؟ و واقعا احساس میگه که یک تروریست، یک آدم خطرناکی رو گرفتن. عجیبه، نمیدونم اطلاعات در مورد ما چی فکر میکنه. بازپرس پرونده بسیار عصبانی بود و اون نماینده دادستان هم هی با توضیحاتی که میداد عصبانی ترش هم میکرد. مثلا میگفت که بله، به خاطر فراخوانی خانم پلیس اطلاعات دلم به حال آماده باش بود و بازپرس داد میزد اگه کسی کشتی میشد مسئولش تو بودی. و بله، این گونه شده که پرونده این جانب بسیار سنگین شده دوستان. و بازپرس پرونده فرمودن که در واقع تمام پرونده باز هست، بدین گونه که اگه یه اتهام امنیتی سیاسی دیگه، پرونده دیگه بر علیه تشکیل بشه، همه دوباره قراره باز تعقیب صادر میشه و قراره جلب دادرسی. علاوه بر اون اتهامی که به حالت تعلیق در اومده به مدت 1 سال، 3 پرونده دیگر هم در واقع باز هست. و بله، شرایط برای من یاسمین حنیفه در تهران ایران بسیار سخت شده
و اصلا قابل مقایسه با سالهای قبل در زمانی که آقای طبرزدی آزاد بودن نیست. اصلا قابل مقایسه نیست و اصلا قابل مقایسه با دیگران هم نیست. نظام جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده که به یاسمین حنیفه سخت بگیره و ادامه فعالیتش رو امکانش رو ازش بگیره. و جالبه که بدونید من آخرین باری که با آقای مهندس طبرزدی صحبت کردم ایشون فرمودن که بله ایشون هم حشمت الله طبرزدی چند سال قبل نیستن، منظور قبل از دستگیریشون در اعتراضات زندگی آزادی هست و بله شاید ایشون حتی تشخیص بدن که اگه آزاد بشن هم در زمینهای دیگه غیر از سیاست بخوان فعالیت کنن، چون میدونه که ایشون آقای مهندس طبرزدی که ایشون رو پدر سیاسی خودم میدونم علاوه بر سیاست در زمینهای دیگر هم بسیار تخصص دارن. ایشون هنرمند هستند، نویسنده هستند، همچنین علاقه به کشاورزی دارن و اتسترا. و یک نکته دیگر هم که میخواستم عرض کنم خدمت یارانم، هموطنان، من تمام شماره های همبندیانم رو در زندان موقع آزادی از من گرفتند. من رو با روپوش تنم پذیرش کردن و همه حتی ماسکم هم از من گرفتن و بله موقع خروج و ترخیص هم کاغذ کوچیکی که تو شماره رو یادداشت کرده بودم، شماره بعضی از این دخترها خانم‌های عزیزی که در زندان باشون آشنا شده بودم رو هم خواستن از من بگیرن که من پاره کردم انداختم دور، چون میگفتن که هر کاغذی که همراهت باید بره حفاظت اطلاعات برای تایید که بهت بدیم یا نه، که من پاره کردم انداختم دور. همین قضیه اتفاق سال 99 هم افتاد دوستان. یعنی من امکانی که کاغذی یا داشتی چیزی از زندان با خودم ببرم بیرون نداشتم. همیشه شاید من بسیار سخت بوده، بسیار امنیتی بوده. من نمیتونم خودم رو با دیگری مقایسه کنم بگم چرا برای دیگری اینطور نبوده برای من اینطور بوده. خود جمهوری اسلامی، خود رژیم اطلاعات تشخیص میده که برخورد با زندانی تا چه حد امنیتی باشه دوستان. و اینکه دلم برای دوستانم در زندان، دوستانی که در زندان باشون آشنا شده بودن بسیار تنگ شده. اگه این وایس رو دست به دست کنیم به دستشون برسه که بدونن که من امکان تماس ارتباط ندارم، شماره‌هاشون از دست رفته، بسیار سپاسگزار خواهم شد عزیزان. و میخواستم بدونید که من همه دوستان و یاران مهندس طبرزدی رو، حالا نمیخوام از هیچ حزب و گروهی ببرم، همه این عزیزان رو مثل برادران و پدران خودم میدونم به نسبت سن و سال این عزیزان. و این چیزی نیست که الان بگم، تو بازجویی ها گفتم، همیشه اذعان داشتم و خواستم دوباره تاکید کرده باشم. من امکان فعالیت ندارم عزیزان. خودتون حساب کنید این 4 اتهام وحشتناک: تجمع توانی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق مردم به جنگ و کشتار علیه امنیت داخلی و خارجی، تردد بی‌حجاب اجباری در اماکن و موارد. خودتون حساب کنید چند سال حبس داره، 10 سال 15 سال. به من گفتن اگه فعالیت کنی، بازجو گفت که شبانه میایم بالا سر دستگیرت میکنیم. این شرایط من در داخل ایران بسیار آسیب دیدم، بسیار زخم خوردم، بسیار تحقیر شدم، چون هدفشون از این بازجویی ها اینا شکستنت هست دیگه، شخصیتت رو میخوان خورد کنن. و مولانا شمس را گفت پس زخم‌هایمان چه میشود؟ شمس پاسخ داد نور از محل آنها وارد خواهد شد. امیدوارم نوری باشه در زندگی همه ما عزیزان برای ساختن ایرانی آباد و آزاد. امیدوارم از این وایس یه پرونده جدید دوباره در نیارن. خواستم شرایط رو عرض کنم خدمت دوستانم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران عزیزان.